به نام خدا، سهیلا عرفانی هستم، استاد دانشکده ژورنالیسم پانتون هرات. مدت 8 سال میشه، بیشتر از 8 سال که استاد پانزه ژورنالیسم و ارتباطات جمعی هستم. افغانستان خیلی تغییر کرده در مدت 10-12 سال به خاطر از اینکه فضای باز سیاسی و فضای باز اجتماعی به وجود آمده، یک کمک احیای فرهنگ صورت گرفته و ما میتونیم در واقع تغییرات در همه جای زندگی افغان ها شاهد باشیم. وضعیت بسیار فرق کرده. شما می پانتونی که میبینین امروز در 10 سال یا 13 سال گذشته حتی یک درخت نداشت که ما می آمدیم اینجا تحصیل میکردیم و مشغول تحصیل بودیم. ساختمان ها هیچ کدام ساخته نشده بود، افتتاح نشده بود، امکانات بسیار کمی وجود داشت. ولی امروز خوشبختانه ما میبینیم که فعلا 14 فاکولته یا 14-15 هست که در داخل این محوطه وجود داره. دانشکده های مختلف فعلا مصروف هستند و مشغول هستند. همه ساله تعداد زیاد جوانان جذب میشه از طریق کانکور و همه ساله تعداد زیادی از جوانان فارغ میشن از رشته های تخصصی، از طب و انجینری گرفته تا ژورنالیسم و ادبیات و وترنری و خیلی از رشته های دیگه. یعنی این فضاها و بسترها به وجود آمده به خاطر رشد جوانان، به خاطر تحصیل، به خاطر اینکه ما به یک تخصص و به یک دانش و به یک فن دسترسی پیدا بکنیم و او فن و دانش که آموختیم سعی بکنیم که او به شکل عملی در جامعه خود پیاده بکنیم. افغانستان باید همه مردم افغانستان از پیر و جوان، خرد و کلان، در واقع ریش سیاه و ریش سفید، زن و مرد، بزرگ و کوچک، رئیس و مرئوس، همه باید بسازن افغانستان. و دقیقاً احساس ما هم نسبت به کشورم و وطنم همین رقم هست که اینجا خانه ما هست و من متعلق هستم به این آب و خاک. اطمینان و آرامشی که من دارم از همین آب و خاک هست و اگر این آب و خاک ناآرام باشه، من آرام هستم، ضمیر من آرام هست، بنابراین من وظیفه دارم تا در قسمت آرامش، امنیت و ثبات در این کشور تلاش بکنم. و طبعا هیچ کشور شما نمیتونین مثال بزنیم در دنیا که با نیروی خود از او افراد کشور ساخته نشده باشه. اگر همه کسانی که در افغانستان زندگی میکنن با همه احساس و با یک تعهد و در واقع اخلاق پاک و وجدان بیدار به این جامعه خدمت بکنن، ما 10 یا 12 سال آینده انشالله در جای خواهیم بود که ممالک دیگر شاید در 50 سال رو طی کرده باشن. من واقعا افتخار میکنم که یک تبعه افغانستان هستم و از این آب و خاک هستم و میخوایم تا آخرین نفس در این آب و خاک زندگی بکنم و برای آب و خاک خدمت بکنم.